خیلی خوب. سلام. ایوا ماتسو قربانی یک جنایت وحشتناک دیگه بود که در سال 2014 در ساسپو اتفاق. جسد آیوا ماتسو در حالی که دست چپش از تنش جدا شده بود آپارتمانی کشف شد. جسد آیوا ماتسو در حالی که سر و دست و چپش از تنش جدا شده بود مجموعی از پست‌های اینترنتی به جنایتش اعتراف کرد. موضوع یکی از این پست‌ها این بود که کارم به قد کشید. او نه، هر چقدر خونها رو پاک میکنم باز هم ادامه داره. در یک فرم دیگه منتشر کرد که چندین عکس از یک دست چپ و لباس خون‌آلود بود. خیلی خوب. برای اینکه بره رفیقش رو ببینه رفت داخل آپارتمان رفیقش. وقتی وارد آپارتمان رفیقش شد رفیقش ضربه‌ای به سر آیوا ماتسو وارد کرد و بعدش سعی کرد که اون رو حلق‌آویز کنه.